این خانم رو گرفتن میگفتن واسه پسرهای حول عکس زیبا میفرستاد، بعد میکشوندشون خونه خودش، خفتشون میکرد، پول مولاشون رو میبرد. یعنی تعریفتون از عکسای زیبا فکر کنم همون عکسای دیگه برهنه است دیگه خب دیگه زیبا صورتش که نیست دیگه، همون دیگه. من چه تعریف قشنگی عکسای زیبا به جای عکسای مثلا نود. ولی حواست باشه، یعنی این عکسای زیبا رو اگه واسه من میفرستاد، منو میکشوند خونده، تاشی چی گیرش نمیده. پس حواس اون تاش، من از این بابت خیالم راحته، کسی به خاطر پول من نمیتونه بکشه خونه، چون درش خودش آره دیگه، با چی دستی هم بده، مثلا میگه برو پول پیش خونه تو بده. خدا رو شکر از این بابت من خیالم راحته، کسی با عکسای زیباش نمیتونه اخفالم کنه و خفتم کنه. تاش خودم و چیزامم، اونم که نمیتونی برداری، میمیرم کسافت.